салому дуруди бепоём ба ҳамаи шумо тамошобинони азизи телевизиони Садо ва Симо. Чун ҳамешагӣ бо шумо ҳастам ровии барномаи Дунёи рангин Рӯдаки Норов. Меҳмони имрӯзаи мо ҳастанд гулдухтари зебову доное аз муассисаи таҳсилоти то мактаби рақами 8 ба номи Наврӯз. Марҳамат, худро муаррифӣ мекарде? Ман Холвам Басрабону ҳастам. Дар кӯдакистони рақами 8 таълим мегирам. ҳоло ман 6 сола мебошам. боғчаро дӯст медорам. номи ин боғча Наврӯз. кормандони бадилсиз кӯдакон шоду фирӯз ба боғча равем. кӯдакон шоду фирӯз ба боғча равем. Ташаккури зиёд. Шумо дар васфи ватани азизамон Тоҷикистон ягон шеър медонед? زیبای لبای تاجیکستان مقدس بحر مای تاجیکستان مکانی آب و زدمگانی مادر بزرگ و راهنمای تاجیکستان. تشکر زیاد. شما میتوانید یک شعر در وصف وطن قرائت نمایید. وطنی من جانی من نوری چشمانی من آغوش دل لبایت حارت و روانی من با تو کنم افتخار ای وطن جان با تو هستم بختیار ای وطن جان. تشکر. سرور دولت جمهوری تاجیکستان کیست؟ امام علی رحمان. تشکر زیاد. میتوانید یک شعر در وصف این ابرمردی بزرگ قرائت کنید؟ امام علی رحمان سرور تاجیکستان دلسوز پیرو جوان همدستانی کودکان با این سرور عادل پاینده تاجیکستان به قدم گذاره با فردای درخشان. احسن. شما مادر خود را دوست می‌دارید؟ بله. احسن. میتوانید یک شعر در وصف مادر قرائت کنید؟ برایم عزیز خوش‌طرز جانی غمخوار و دلسوز نکن انسانی مادر جانم لذت گواران شیرین چو قند است هر کلامی تو کتابی پند است مادر جانم. احسن. با شما تشکر بی‌نهایت زیاد و شما با ما گفتید که شما پندها را نیز میدانید، همین طور نه؟ بله. احسن. میتوانید یک چند پند گفته باشید؟ از به ادبی کسی به مقصد نرسد زیرا که ادب تاج سر مردم است. هی شادی نیست اندر این جهان بهتر از دایره دوستان. هیچ تلخی نیست در دل تلخ از فراق دوستانی برهنه. احسن. به شما تشکر زیاد. شما قهرمانان جمهوری تاجیکستان را میدانید که هایند؟ بله. که هایند؟ صدرالدین عینی، بابا جان غفوروف، میرزا توسن‌زاده، امام علی رحمان، شیرین شاه تیمور، نصرت الله مقصود. احسن. به شما میدانید که پرچم دولت جمهوری تاجیکستان از چند رنگ عبارت است؟ از 3 رنگ. کدام رنگ ها؟ سرخ، سفید، سبز. احسن. در وصف پرچم عزیز دولت جمهوری تاجیکستان یگان شعر میدانید؟ بله. مرحمت. پرچم تاجیکستان 3 رنگ کرده در بر دارای آن شکفته گلهای ابر اختک سرخی بود نشانه در از جای ساره رنگ سفید از اقبال و بختیاری در رنگ سرنز سبزی های کشور باید که سبز باشد این خاک ما سراسر. تشکر زیاد. با شما. احسن که در برنامه ما فعالانه اشتراک کردید. میتونید در فرجام برنامه یک شعر در وصف فصل بهار نازنین قرائت کنید؟ بله. مرحمت. بادی گل افشان آمده است آواز مرغان آمده است چای پنبلهان آمده است آیه باران آمده است. تشکر زیاد. بینندگان عزیز، اینجا میرسیم به فرجام برنامه. آیا فرزند شما نیز شعر و چیستانی زیاده میداند و مهارت سخنوری و سخنرانی دارد؟ پس این برنامه محض برای آنهاست. سراغ ما شهر پنجکن، خیابان رودکی، بینای به نام لایق چرلی، آشیانه سیوم، تلویزیونی صدا و سیما. و یا برای گرفتن معلومات بیشتر و اشتراک در برنامه با رقم های 92 732 8611 و 54105 در ارتباط باشد. رقم ها رو بار دیگر تکرار میکنم: 92 732 8611 و 54105.
تو برنامه‌های آینده شاد و پیروز باشید. خیر.